به نام شمسفیل یک قرارداد نویسن بین هم، اهدامی نویسن بین هم، خشقایی ها، بویرحمدی ها و بختیاری ها. چنانچه شاه به یکی از ایلات حمله کرد، او دو ایل معذفن که به هیجار بیان و زمانی که ابوالقاسم خان قیام کنه، ناصر خان خشقایی قشون کشیا به هیجار و یونسی گل. چار بایلون چار تیاره، خدا دونه چار تنگز دولت، پیشوازه اولو بی، خدا دونه ناصر سولت.